راحت خان جانی من. در نبودن سفیدی دق هم به کار می رود. راحت خان این تیفانی کردن راحت خان آبا این همش دلبر عمرова достони зиндаи санъати театр ва кинои тоҷик 70 сола шуд, вале ҳамоно бо ҷозибаи чашмони афсонгар, ҳусну ҷамоли оламгир ва ҳунару маҳорати нотакрораш дили миллионҳо одамонро тасхир менамояд. ӯ то имрӯз ҳаёти худро бидуни театр тасаввур карда наметавонад. мо ин фариштаи саҳнаро дар ороишгоҳ гримёркаи театри академӣ драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳдӣ пайдо карда, назарашро дар боби санъат, зиндагӣ, хонаводагӣ ва муносибат бо келин пурсон шудем. зодрӯзамро чунон зебо, чунон бо дӯстони наздикам, бо ҳамкорои азизам, бо хешу табарҳои дилу ҷонам, бо ҳама, бо тамоми халқам ҷашн гирифтам ва хеле хуб ҳам гузашт. табрикоти хеле зиёд гирифтам ва ҳис кардам ки ҳамчун ҳунарманд, ҳамчун Дилбар Умарова ман ҳоло ба халқам лозим ҳастам. ҳоло онҳо муштоқи нақшҳои бозидаи ман ҳастанд ва ин хеле як бахти калон аст. یعنی شما دوست دارید یعنی 50 سالگی 70 سالگی یا که جشن زادروز خود را با شکوه بگذرانید؟ البته بسیارتر زنها درباره سن سال حرف میزنند، خود را بسیارتر پیر میگیرند یا که این خیلی نباید میگن. شما خیلی پر انرژی میتوید. البته همین طور میگویند. اما من هم بعضن وقتی که مانده شدم، وقتی که به من آدمان مرا تعریف میکنند شما حالا جوانید، حالا زیبایید، این خیلی سخنهای میگویند. تشکر. بعد میگن نه من پیر شدم، این خیلی سخنها نگویید اپا جان یا اینکه معلمه جان شما در حقیقت گفتی شما همین خیلی سخنها رو میگویند و شاید که همان انرژی که من دارم، شکر خدا، همان مرا جوانتر نشان دهد. و من خیلی خوشنودم که والا خندیده میتوانم ها شوخی کرده میتوانم پر حرکت هستم. وقتی که من شما رو در کوچه میبینم همین دلکم گپ میزند. لیکن چه علاج؟ من از زن شما مردنی بار میترسم رئیس جون. آخر دینا خودتون دیدید که قریب منو لطو کوب میکرد در کوچه. لطو کوب؟ جانی من لطو کوب کند و قندش خوره. من اون نیزاری بیبی من میگفتند که اگر مهمان استگی درد بیاید با سرش کمک سفیدی پاشکی همین قدم هایش نیک باشد. وای برم. درباره زندگی خودتون کم میگفتید؟ زندگی من خیلی خوب است، بد نیست. من دو فرزندی خوبی بهترینی دارم. یکیش دلیر جانی عزیزی من، دیگرش حاجی جمال. فرزندانی خوب دارم، آنها همشون با سواد هستند، با حرمت هستند. 4 نبیره زیبا، یکی دوست رو یک دارم که همشون رو دوست میدارم. کلینکی خوبی دارم که از دختر هم نزدیکتر است به من. اویله من تینجا من از شکر خدا چشم رسد داد. وقتی که کلین میکردن انتخاب شما بود یا انتخاب پسرتان؟ انتخاب پدری بزرگوارم بود. پدرم و جیانی خودم دختری نبیره خالم است. پدرم یک مرتبه دیده عاشق شدم با کلینی من همچون نبیره همچون دختر. و پدرم بیماری وزنی بودم گفتن که همونجا را هم دختر رو بیم دلبر جون و مادرت مانند. و من هم یک مرتبه رفتم کلین کردم. پسرم هم راضی بود، منم راضی بودم. همه با راضی کلین کردم. دوست همراز هم زندگی با شما درست. همین طور است. شکر. خب همچون یک زن خوشبختی رو در چه میبینید شما؟
خوشبختی را در تنجی امانی اویلا میبینم، خوشبختی را در کارم میبینم علال خصوص که شکر که در این سن سال حالا من در صحنه هستم، حالا خلق مرا میشناسد، حالا حرمت میکنند. کسی نمیگوید که پیر شده است از کار رود. مثلا من پیر نشدم البته، اما هستن شخصانی که چنین سخنها رو میگن. وقتی که در صحنه حالا بازیده میتوانی، برای خلق خدمت کرده میتوانی، این خوشبختی کلان است. چی بلا بوده؟ مرد زنده شده. وای خدا جان، وای خدا. تو زنده ای؟ تو مرده بوده کو؟ وای خانه سخته ها خوش آمدن، خوش آمدن. این رحمت اوی های نکنم، زنده به زنده برده من حالی میگرانده ده. ای کنی دفچه بید از خانی من، کنی پایو قدمتون از خانی من، کنی تیز پایو پختتون کنی در خانی من. گم شد خانه سخته ها. من تمامی حیاتم رو، وجودم رو به کارم میدهم. تمامی کاری که کردم از تحت دل، از دل و جان میکنم. من وقتی که کار میکنم هیچ کس رو گوش نمیکنم. در گرد و اطراف هم سخنهایی که گوشخراش هست من اهمیت نمیدهم. تنها درباره کارم فکر میکنم. شاید هم برای کار اونقدر مشکلی نکشیدم. در حیات مشکلی کشیدم وقتی که در فیلم های زیاد نقش بازی میکردم و زود با دولت های دیگر در تمامی دولتی شوروی مثال با فستیوال ها میرفتم. مشکلی من همان بود که شوهرم از این ناراضی بود که من زود از خانه برآمده میروم. فرزندانم شکر خدا خیر شخص، هم مادر رئیسم هم مادر خودم خوب نگاه میکردم. در این خصوص مشکلی نکشیدم. اما با شوهرم مشکل تر بود. او میخواست که همچون زن، البته و حق است، همچون زن من وقتی که از در اومده میآید زنش در خانه باشد، یک پیاله چای کند، مثلا جا بیگر باشد، مثلا روزگارش تینجوان باشد. اما من گفتی روزها کریر فکر میکردم. زورت به شوهری من رسید. ای زنی رئیس، به دهانت نگاه کرده گپ زن. ای شایکت به خودت نصیب کند. من اگر مردک خواهم یک دقاش میپرونم، 100 تا مردک ها من گفته پیش پایم میافتن. فهمیدی؟ خط عشق و محبت رو به شوهری من کی نویست؟ تو نویستی؟ وای خطت برده به همون زنک خان که به تو نوشته است. در دنیا مردک حق شده است که چیش کم نمی تو به من زار شده باشه. نسبت جراحی پلاستیکی چی نظر دارید شما همچون یک زنی زیبا؟ من در حیاتم برایم دست نزدم، به معنایی که نه یگان سوزن دارو کردم، نه یگان اپراتسیا کردم، نه یگان کشیش و پشیش و چیز میگویم باید حتی نمیدونم. هیچ وقت خوشم قلم نمیکنم، چشمم رنگ فقط اسمم میمولم مثلا. هیچ چیز نکردم. اما برای اون که من هیچگاه مقابل پلاستیکا نیستم، برای اینکه زمانه ترقی کرده ایستاده است. ما هنرمندا باید که این کارها رو کنیم. تماشابین باید که داند که ما همیشه زیبا هستیم، بیند که ما همیشه زیبا هستیم. اما با طبیعت من همین خیلی چیزها موافق نیست. چرا باید؟ من یگان رشته بعد از جراحی رشته ها میشن که میدیزن همونها درست نمی آیند با طبیعت من.
інородне тіло میگن число بیگانه با پوست من قبول نمیکنند پوست من برای همینم به خدا شکر میگویم که همین قدر هستم متعال و به من این چیز لازم نیست من خیلی خوشبختم که در این سن و سال حالا در ریسانم و نقش میبازم